با عرض سلام و خدمت همه دوستان عزیز، میخواستم یه ترکیب گیاهی رو برای رفلکس معده، ترش کردن معده و سوزش معده براتون بگم. این ترکیب از بارهنگ، انیسون، زنیان، رازیانه، زیره سبز، زیره سیاه، ریشه شیرین بیان و خود شیرین بیان است که با هم ترکیب میشه، آسیاب میشه و با مقداری خاک قند آسیاب میشه و نیم ساعت قبل هر وعده غذایی یا نیم ساعت بعد هر وعده غذایی نصف قاشق غذاخوری از این پودر رو با آب میل